اولین سوالی که برادر پگا میمبری بی نمازی با نمازی پگا میمبری وقتی مردی پیامبر گفته است این سخنی پیامبره میگه که اول چیزی که تو را راست میکنن میپرسن همینه نماز تا ادا کردی یا نکردی از همین شما را میپرسن برادر عزیز وقتی پرسد که نماز تا ادا کردی یا نکردی آخی بهتری میشود که مقصد که خیر نخواندم یا که آخی این گپ گفتند میدونی چقدر برادر عزیز برای تو خجالت میشود برای این برادرای عزیز بی نماز نباشید شما نمازان را در همه حالت خوانید هر زمان همین ساعت عمر شما تمام شدنش امکان دارد هر زمان بیدیل میگو یک وجب راه هست بیدیل از تو تا دامان خاک تا قبرستان همون که میبرن میگرونند بین قبرستان و بین تو میگه یک وجب دور نیست یک وجب راه هست بیدیل از تو تا دامان خاک در سر میجگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش رنگ یعنی اشک سر میجگانی یا این زمان میافتی یا زمان دیگه باید شما برای چی پیامبر میگه استعید للموت قبل نزول الموت پیش از اونی که مرگ به سراغت میاد تیار باش تیار با معنای این نیست که شما بشینم تیار اینه که نمازکم خواندگی های کسی را در حیات تهمت نکردم حقی کسی را نخوردم زنی کسی را دست درازی نکردم ای حرام های او استفاده نکردم برادر تیاریم همینه همه طرف تیارم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که تا اگر تیار نباشی سرت در بالیش نمان تیار که همه را سرت بالیش نمان شاید در هم خواب جانتا بگیرم برای برادرای عزیز از الله بترسید که زیرا حق ترسیدنی هم دارد خدا پرده کنه این کار و رفتارهای ما و شما را که وقتی در ما و شما این عمل ها نباشد عیبه در مسلمان خداوند بازم خیرتون در ایمانتون را کامل کنه میل و محبت و خواهشتون را با بدین خدا زیاد گردونه همیشه شما که در غریبین در سفرین خداوند کاراتون در کشایش بده و برا بده و الله مهربان بازم توفیقاتون را زیاد کنه و خدا ترسیتون را زیاد کنه برا رو برکت کنه و الله مهربان این گذشتگانتون را رحمت و مغفرت کنه بیماریاتون شفا بده ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین السلام علیکم و رحمت الله